حضرت موسی زمانی که پیغمبر بود فرعون پادشاه بود. فرعون دعوای خدایی داشت. الله به این بنده ناسپاس خیلی مهلت دراز داد تا زمانی که انا ربکم الاعلی گفت، من خدای بزرگ هستم گفت. تا همین زمان الله این ناکسه مهلت داد، شاید که روز از روزا به سوی الله بازگردد، لیکن نگشت. وقتی این سخن گفت الله در خشم شد، در غضب شد. حضرت موسی را فریاد زد، گفت اذهبا الی فرعون انه طغى. سوره طه آیات های 41 42 43 همچنان است. اذهبا الی فرعون انه طغى فقول له قولا لینا لعله یتذکر او یخشى. خداوند به موسی امر کرد، ای موسی برادرت هارون بگیر به قصر فرعون برو، فقول له قولا لینا. این عبرت برای واعظه است. وقتی که با فرعون روبرو میشوی ویا دشنام نده، ویا ناکس و بدبخت نگو، بلکه با او با سخن نرم صحبت کن، با سخن نرم درشت معامله نکن. ولی بسیار پیشواهای ما در موعظه هامان بعد سخنهای درشت استفاده میبریم، سخنهای قبیح استفاده میبریم که این اسلام رخصت نمیدهد. با موسی که دعوای خدایی کرد، ملایم رفتار کن، با سخنهای نرم و یا به سوی الله دعوت کن که تو بنده خدا هستی، تو خدا نیستی. حضرت موسی چی گفت؟ ببین، قالا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى. حضرت موسی چی میگوید؟ پروردگارا پیش فرعون رو گفت بله پیش فرعون برو. گفت پروردگارا من میترسم اینکه مبادای فرعون بالای من قهر و غضب نکند، میترسم. الله چی گفت؟ اکو یاری رسانه ببینین، کمک رسانه ببینین. اگر حضرت موسی با پدر و با برادر و با همون خیش و قومیتش تکیه میکرد، به خدا قسم فرعون تیکه تیکش میکرد. لیکن الله چی گفت؟ قال لا تخافا اننی معکما اسمع و ارى. موسی گفت رو گفت و پیش این جاهل آزاد گفت، پاسباناش نپرس، راست به داخل قصرش درا گفت، ناترسیده گفت اننی اسمع و ارى، من که پروردگار تو هستم رفتن تو را به قصر میبینم و صحبت تو را گوش میکنم، من همراه تو هستم، نترس. ببین موسی وقتی این مژده را، این بشارت که از خدا گرفت، دیگر برای موسی اون پاسبان ها و اون راهزن هایی که اطراف فرعون گرفته بودند هیچ تکانی نداد. ببین وقتی که موسی نزد فرعون در آمد، بشارت پروردگار الله در نظارت این مجلس قرار دادگی است، الله نگاه دارد. فرعون چی میگوید؟ فرعون رد کرد، فرعون قبول نکرد. موسی گفت من قوه هر چیزی که دارم الله دارم. و گفت میلش هر چیزی که داری به میدان برار. ببینید دویم حکمت، ببینید دویم بزرگی الله را شما تماشا کنید برادرای عزیز. 70 تن از جادوگرها را فرعون جمع کرد، جادوگرهای وزنین ترین سخت ترین. میدان روز عید بود، همه جمع شد. حضرت موسی گفت چاش در وقت چاش گفت مردم جمع کنید روشن شود تا که مردم قدرت الله را با چشم ببینند. حضرت موسی یک عصا در دستش داشت، معجزش این بود که وای اژدها میشد، هر چی که می آمد تناولش میکرد، نابودش میکرد. 70 تا این قصه قرآنی است، والله علم سوره صافات است. تمام 70 جادوگر گفتن اول شما شروع کنید. موسی گفت نه شما شروع کنید، هر چی دارین گفت شروع کنید. بعد جادوگرها ریسمان ها داشتن، عصا داشتن، چوب داشتن، سر دادن در میدان.
وقتی که سر دادن همگی اون اژدها رو مار شد، هجوم به سوی حضرت موسی کردند. حضرت موسی را مفسرای قرآن در قرآن میگویند که وجودش ترس فرا گرفت، ترسید. لیکن الله چی گفت؟ لا تخف انک انت الاعلی. ای موسی نترس، تو بالای اینها غالب میآیید، بی پروا باش، عصا تا سر گفت. وقتی عصا را حضرت موسی سر داد، همگی ریسمان و آنچه که در همون میدان بود همش نابود کرد، تناول کرد. ببین کی کمک کرد؟ الله کمک کرد. الله اگر با این پشت اگر ارواحش و باباش بیچاره تکیه میکرد، باور کن خدا دانا بود که اونجا چی حادثه رخ میداد. حضرت ابراهیم علیه السلام، نمرود دعوای خدایی کرد، آتش افروخت. میدان عراق در عراق مفسرای قرآن میگویند عراقی که امروز بیچاره‌های مسلمان سرسان و سرگردانند، عذاب دارند، مشقت دارند. خدا همه آن دهشت و وحشت از ملک اونها برداشته گرداند. روز آسوده و روز خوش خدا برای مسلمانای عراق هم نصیب گرداند. و هر کسی که برای مسلمان چاه میکند، در پیش او میخواهد که در عذاب مسلمان رو برو شود، خدای در چاه کندگیشان خودشان خدایا داخل گرداند. آتش کلان افروختند، آنچنان کلان بود که پرنده ها در آسمان دیگر پرواز کردن نمیتوانستند. ابراهیم آوردند، باید در آتش پرتایند، لب لوچش کردند. نمرود میگه وقتی که زینت ابراهیم، زیبایی ابراهیم دید، گفت ابراهیم اینقدر زیبا هستی تو، چی می شود که تو از همین دعوای خودت گردی و مرا خدا گویی تا که من تو را در آتش نپرتام؟ حضرت ابراهیم گفت زر خالص هیچ وقت در آتش نمی سوزد. قصه کوتاه، حضرت ابراهیم در صندوق انداختند، اکنون حواله میکنند باید که در بین آتش زند. وقتی در آسمان برداشتنش، میکائیل آمد، میگوید میکائیل، ملائکه شمال و ملائکه برف و آب همه در دستش. گفت ابراهیم اگر خواهی گفت الحال ابر را پیدا میکنم، تمام این آتشی که چند ماه میسوزد به خاکستر مبدل میگردانم. ابراهیم گفت قسم به خدا من به تو احتیاج ندارم، قسم به خدا گفت من به تو احتیاج ندارم. گفت ملائکه شمال آمد، ابراهیم خواهی اگر همین آتش به خدا قسم در خانه آن دشمنهای تو همگیش داخل بکنم؟ گفت قسم به خدا به تو هم گفت احتیاج ندارم. میگه جبرائیل علیه السلام به طاقت شد، خدایا مرا رخصت نمیدهی که تا که به ابراهیم کمک کنم. وقتی جبرائیل میگه پایان شد، گفت ابراهیم گفت من برای کمک تو آمدم. کمک میخواهی؟ گفت آن اللهی که مرا آفرید، آن الله با علم خود میداند که ابراهیم در کدام احوال قرار دارد. به این خاطر دعا میکنم که انت واحد فی السما و انت واحد فی الارض. خدایا تو یگانه در آسمان هستی، خدایا تو یگانه در زمین هستی. سبحانک لک الحمد، پاک هستی تو، از برای تو حمد است، از برای تو ستایش است. هر چی که اگر پستی زدم الله فقط به تو رو می آرم. خدای خودت دیده ایستاده ای. ببین وقتی الله صدای ابراهیم شنید، به این آتش چی گفت؟ یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراهیم. ای آتش گفت زمان ابراهیم در داخل تو میزند، برای ابراهیم من خنک شو و چمنزار بگرد. آتش به همون چی شد؟ روبرو شد. کمکی کرد؟ الله کرد. برادرای عزیز و گرامی، قصه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، ابو جهل چی پلان کشید؟ شب نابود میکرد پیغمبری خدا را. لیکن الله چی گفت؟ ای حبیبی من، یک خاک در دست بگیر، بیرون شو و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون. شفت کن بالای چشم این مشرکا پرتاب. کی کمک کرد؟ الله کمک کرد. وقتی در غار در آمد، ابوبکر صدیق میلرزید از جانب رسول اکرم. لیکن رسول اکرم چی گفت؟ لا تحزن ان الله معنا. ابوبکر نترس. گفت چی میگوی در حق دو نفری که سیوم او خدا باشد؟ چی میگوی؟ گفت چی میترسی؟
دادرای عزیز، هیچ وقت تکیه بر هیچ کس نکنیم، فقط روی به خدا بیاریم، فقط کمک از خدا طلب. اگر جمله جهانم خصم گردد نترسم چون نگهبانم تو باشی. شاعر میگوید اگر جمله جهانم خصم گردد، همه دنیا اگر دشمنی من شوند نترسم چون نگهبانم تو باشی. هیچ وقت نمیترسم زمانی که نگهبانم تو باشی. زی شادی در همه عالم نگنجم اگر یک لحظه غمخوارم تو باشی. اگر یک لحظه غمخوارم باشی، به خدا قسم دنیا و آخرت برای من شادی می بخشد، برای من شادی می کند. زهر از عطای خلق هرچند که دوا باشد. در آشخانه شهر کراچی پاکستان نشستگی بدیم، آشخانه افغان ها بود. در همون دیوال همین مصرع ها را من یافتم، از همونجا کتابت کردم. زهر از عطای خلق هرچند که دوا باشد، حاجت ز کی میخواهی آنجا که خدا باشد. آنجایی که خدا هست حاجت به کی میبری؟ دادر عزیز، آخر نخواه که همین چوی توغ برای تو فایده بخشد. کی بیدار میشه؟ کی از همین شرکیات شما دور میشین؟ نخواه جای خدا باشد یک موره چشمی در گردن گاو تو، در گردن خودت، در گردن کودک تو، در گهواره های کودکت کشال باشد. آخر شما نخواه که از این چیزهایی که غضب خدا را بیدار بکند شما رجوع به اینها کنید. دادر عزیز، رو به خدا بیارید، از خدا کمک طلب کنید، ان شاء الله الله شما را عبادت کنی. به فرزندی من، تو هم فردا کلان کی شدی ان همچنان خدا را عبادت کن. این وظیفه های هر یک پدر و مادر است. السلام علیکم واعظی راهی خدا محترم حاجی میرزا، از شما یک سوال دارم، التماس حقیقتش را به ما فهمانید. سوال چنین است: ملا امام مسجد محله ما چنان فتوا داد است که اگر مرد با دختر عاشق شود، اگر رازگی این هر دو و والدینشان باشد، با شاهد دو شخص به نکاح می توانند که خانه‌داری کنند. جوابش را انتظاریم. در آخر در حق ما جوانان دعا کنید که خداوند ما را به راه راست هدایت کند. برای ما خلق نادان و ساده تو کردی بازار علم را کشاده، بکردی ما را امروز مست و مدهوش در راه عشق الله همچون باده. خدا نگهبانتان باد. یعنی این برادر عزیز، هر یک ملایی که برای شما چی فتوایی که میدهد، امروز الحمدلله پیشرفت علم بینین. از ملاهاتان پرسین از کجا تو همین صحبت کردی؟ همین فتوایی که بر من دادی دلیل دارد یا ندارد؟ دارد دلیل. از بابا شنیدی؟ من بابای تو را قبول ندارم. ای محمد شنیدی؟ فتوات از خودت، فتوات از امام محمد. امروز الحمدلله قرآن است، امروز احادیث های پیغمبر است، امروز داملاهای زنده هست. از اونها میپرسم، حقیقتش میپرسم. از این خاطر هر یک مسئله که برای شما میبراید، شما خودتان امروز عالم ها را میشناسین. کی از عالم؟ اونها را مراجعت کنید. از این خاطر رازگی پدر و مادرم شرط است. اگر چندی که خدا رحمت کنه حضرت امام ابو حنیفه را در نبودن پدر و مادرم نکاح را صحیح گفتند، لیکن بعضی از شاگردهای او با باطل بودن این نکاح هم فتوا دادگی هستند. از این خاطر حضور پدر و مادر این فیض نکاح را نشان میدهد. حضور خیش و تبارش این با برکات بودن نکاح را نشان میدهد. وقتی پدر و مادر دست میبردارد و برای بخت سفید دخترش دعا میکند، میدانید این چقدر قیمت دارد. از این خاطر پدر و مادر راضی باشند، دختر و این جوان هر دو راضی باشند، باز دو شاهد دیگر وجود داشته باشد. این حالت در داملا در همونجا حضور دارد و اینجا چیکار میکند؟ پیشنهاد میکند به این دختر برای تسلیم کردن نفسش و به این جوان پیشنهاد میکند برای قبول کردن این نفس تسلیم کرده این دختر. این حالت در چی میشود؟ نکاح آنها صحیح میشود. السلام علیکم اکای حاجی میرزا، من یعقوب ساکن دهه لواوی ناحیه کولاب در شهر دوشنبه در بازار کاروان و تجارت مشغول هستم. از شما خواهش دارم که
یک دادرم در زاهدان ایران تحصیل میکند، طالب علم هستند و مادر دارم که مریض هستند. التماس در حق آنها و اهل عائله ما دعای خیر کنید. خداوند شما را نگهبان باشد. خدای مهربان این مادر که این برادر دیروز یک صدقه هم آوردگی بودند، خدای مهربان این مادر شفای کامل و شفای عاجل نصیب بگرداند و این جوانی که تحصیل علم دارد، خدا علم لدون، ذهن ذکی، علم نافع، علمی که برای فایده اسلام باشد، خدا نصیبش بگرداند. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم داملا حاجی مرزا. خدا را هزارها حمد و ستایش میکنم که از چندین کارهای ناروا باز ایستاده ام. اول و آخر فضل خداست، بعداً صحبتهای شیرین و دلچسب شماست. من تاجرم در سلطان کبیر، با 2 سوال مراجعت کردنیم و با شما اخلاصی زیاد دارم. اگر تمام عالمهای تاجیکستان فتوا دهند، من از آنچه شما میگوید او را قبول دارم، از حساب اخلاصی به شمارم. داملای عزیز، در باب فضیلت طهارت چیزی میگفتی؟ البته در باب فضیلت طهارت خیلی حدیث های زیاد از پیغمبر خدا وارد شده است. در یک حدیث پیغمبر خدا میگوید من توضأ فاحسن الوضوء خرج خطایاه من جسده حتی من تحت اظفاره. هر وقتایی که امتان من طهارت میکنند، از تمام جسد او آن خطاهایی که کردن همش میریزند، مثل آبی که ریخته میشود، حتی که از زیر ناخنهاشان همان خطاهایی که کردن همش میریزند. اینم از طهارت است. ان امتی یدعون، خدا گفت در روز قیامت امتان من خوانده میشوند. وقتی امتان من دعوت کرده میشوند، آنها غرن محجلین، آن موضع هایی که طهارت کردن آنها جلا میدهند، آنها روشنی میکنند، مثل طلا چگونه که روشنی میدهد، چشم انسان خیره میکند. انا همین بندهای دست ما و شما، چهره های ما و شما، پیشانی و پای های ما و شما روشنی میکرده است. پیغمبر خدا میشناخت است که همین از امتی من است، من آثار الوضوء. پیغمبر خدا گفت این جلا، این روشنی از کجا پیدا شد؟ این از تأثیر همون آب طهارت است. از این خاطر پیوسته با طهارت بودن، بعضی عزیزان ما و شما گفتن این نشانه کلمه شهادت گفتن است. یعنی اگر ما و شما با طهارت باشیم، مبادا که یکی ناگهان اجل به سر ما و شما آمد، در نزد خدا ما و شما در نفرهای نویسانده می شویم که همچنان کلمه شهادتش گفتگی هست. این درجاتی هست که برای آدمانی که صاحب طهارت هستند. حتی یک حدیثی هست، در صحیح بودنش خدا داناست، زیرا که من روایتش نیافتم، میگوید من نام علی الوضوء کان صلاته. هر وقتایی که اگر یک انسان با طهارت خواب کرد، میگوید نفسه تسبیح، نفسش تسبیح است. فراشه مسجد، همون جایگاه خوابه که 5 ساعت و 6 ساعت و 10 ساعت خواب میکند، در نزد خداوند نویسانده میشود که همین بنده در مسجد نشسته است. فراشه مسجد. نومه الصلات، چند ساعتی که خواب میکنی، ممکن 7 ساعت خواب کنی، در نزد خدا نویسانده میشود که همین انسان 7 ساعت به سوی پروردگار نماز خواند. کسی که اگر با طهارت خواب میکند. خوش به حال همون برادرایی که پیوسته با طهارت هستند. این طهارت کردن خاصه نماز نیست، شما دائم میتوانید که با طهارت باشید. هر شب پیش از خواب کردنتان حتمی طهارت کنید، خواب کنید. حتی همین فضل طهارت شما را از آسیب جن هم خدا نگاه می‌دارد. از هر از ضررهایی که به سر شما می آمدگی باشد، همین فضیلت طهارت شما را چیکار میکند؟ نگاه می‌دارد.
دوم سوال کردن داملای عزیز، من از شما شنیدم که اگر بالای کرپچه نماز خوانید درست است، ولی از بعضی ملاها شنیدم که باز میگن نادرست است. در تحیر ماندم. من پیش گفتم هر یک دامه که یک فتوا را که داد حجت چه پرسین، گویم برای چی بالای کرپچه نادرست است نماز خواندن؟ چرا؟ سببش در چیست؟ سوال داشته است. برای همین مادام من برای شما میگم بالای کرپچه درست است، نماز تا نخوانین، فقط همین جایی که سجده میکنین سخت باشد، انا همینش خوبتر و بهتر است. و بالای کرپچه هر چی ملایم هم که باشد خواندن گیرین، نماز شما را خدا قبول میکند. مخورسایی فریب فضل عمامه زاهی، خدا رحمت کند محمد صاحب ایرانی را که یک کلیاتش در نزد من است. او چی میگوید؟ وایم بیچاره از دسته همین بعضی ملاهای سلا کلانه چیکار کردم؟ خیلی مانده شدن، دیدن که فقط سله دارد کله ندارد. و چی گفتن؟ گفتن مخور صاحب فریب فضل زاهید، همون فضل همون سله کته بدنی او دا گفتن فریب نخو که در گنبد زی به مغزی صدا بسیار میپیچد. همون گنبد نگاه که گفت هیچی مغز نداره، ها بگو 10 بار ها 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 از داخلش آواز آمدن میگیرد. اون کله اونها گفت مثل همون گنبد است. گفت از خدا ترسیدن در کار. من افتا بغیر علم کان اسم علی من افتا. پیغمبر خدا میگه کسی به علم فتوا میدهد ضرر فتوا در گردنش است. اینقدر خودت گناهگار هستی، اینقدر سهو داری، باز اینقدر گناه مردم گردن خود بار کردن چه حاجت است؟ السلام علیکم بابای حاجی، ما یک گروه از شهر دوشنبه از دهه موینکه مخلص شما، از شما خواهش داریم به مسجد ما تشریف آورید و در آخر در حق ما دعای خیر کنید. خدای مهربان دهه شما را پر فیض و پر برکات کند و باز اخلاص شما را نسبت اسلام و نسبت قرآن زیادتر بگرداند و خداوند شما را از همه آسیب های دنیوی اخروی نجات دهد. آمین یا رب العالمین. من ندانم این موینکش در جایی که مسجد شما روان، برای همین که خیلی خداوند نصیب کرده باشد و اگر یافتیم و یکی شرایط همان کشید انشاءالله خیلی زنده و سلامت باشه میاییم. آیا درست است که السلام علیکم داملای شیرین سخن حاجی میرزا، آیا درست است که زن در خانه تنها باشد و مهمانی که به خانه آید و زن اقلا برای جواب دادن مهمانان در را نگشاید و از پس در جواب گرداند و از هدیه های آورده مهمان را نگیرد؟ یعنی وقتی که اگر مهمان خانه کدام از ما و شما می آید، اگر مرد در اون خانه، گفته بودم که برادرای عزیز در خانه که مرد نیست، و این حدیث پیغمبر خدا بود که وقتی تو تنها اون خانه می روی با این زنی خاندار، سیوم شما شیطان می شود. از این خاطر بهترین صورت شمین است که شما در این خیل خانه ها ندرایید، زیرا اگر هرچی شما حلال پاکیزه هم که باشین، امروز دشمن های وجود دارد که شما را تهمت کنند، شما را در هر گونه تهمت ها پایبندتان کنند. از این خاطر همین زن خانه‌دار می تواند که گوید که مرده که من وجود ندارد، یا مرده که من بازار رفته است، یا مرده که من مثال فلان جا رفته است. اگر هدیه هاشه که باقی مان میلش گیرد، هدیه هاشه، هدیه های باقی ندارد. فقط از او، از سلام کردن با او، از قبول کردن او این زن حقوق ندارد. ولی بعضی ما و شما خیلی فکر میکنیم که اکنون بسیار کاری خوب میکنیم، بعد زنها من چی میگد؟ خیلی مردک نیست خانش هست کو آخی، بیا نیست مردک، بیا خانش هست. اینا را ما و شما باید که قبول نداشته باشیم، علل خصوص در انمین جمعیت حاضره. اگر چنده که در این باب من با فتواهای دیگر هم داده میتوانم از حدیث های پیغمبر، لیکن این زمانه در فتوا داده نمیتونیم، زیرا اکثریت مردم افلاس شدگی هستند، اکثریت مردم خطرناک شدگی هستند. حالا که این برنامه های تلویزیونی پورنوگرافی را نگاه کردگی هستند، امروز چشم های اینها باور کنید همه ویران شدگی هست.
خانت مهمانی میاریش با همراهی خود هم باشد، میترسی از بعضیش که یا زن ما تماشا میکنه یا دختر ما تماشا میکنه. بسیار خطرناک است امروز. السلام علیکم داملای شیرین سخن حاجی میرزا، از شما احترام خواهش می نمایم که با این سوال من جواب دهید. من چندین بارها پدرم را غیبت کردم. امروز که پشیمان شدم میخواهم به درگاه خداوند توبه کنم، ولی از پدرم بخشش پرسیدن نمیتوانم. میترسم که خشم و غضب و نفرت پدرم نسبت به من زیاد گردد. آیا توبه کرده و به درگاه خدا از این اعمال زشت کافی هست؟ کافی هست. اگر امروز تر خداوند این عقل فراست داده باشد که این پدر توست و این غیبت کردن تو برای تو حرام است، نادرست است، امروز هم که خدا تو را بیدار کرده باشد، خوش به حالت. همین روز هم به سوی خداوند توبه کن، خداوند توبه تو را میبخشد. پیش پدرت غیبت هاتم خبر ندی، فقط به سوی خدا توبه صادقانه کن و از این روز اعتبارا همون خدمت پدر تکن و دعاشا بگیر. ان شاء الله خداوند تو را همه گناهات عفو میکند. بر آباءکم تبرکم ابناءکم. حبیب خدا میگوید اگر خواهین ای جوانهایی که امروز صاحب فرزند هستین، اگر خواهین که فرزندهاتان فردا برای شما خدمتگار شوند، امروز پدر و مادر را خدمت کن، فردا تو این نیکی را از فرزندهات میبینی. دوم، فاسق کی را میگویند؟ با احترام یکی از مخلصان شما از شهر دوشنبه. فاسق یک آدم بد اخلاق، یک آدم بد کردار، یک آدمی که بسیار نادرست رفتارها میکند، زبانی درشت دارد، این فاسق میگویند. السلام علیکم داملای شیرین سخن حاجی میرزا. داملای محترم، من 4.5 سال پیش در زندگی من واقعی روی داد. با من بسیار فشارها دادند. من در این فشار دیگر ندانستم چی گفتنم. ندانستم. من یکی از دهانم کلمه 3 طلاق برآمد. یک بچه شاگرد داملا واحد از قمسنگیر وی مسئله چی، ما در یک خانه مهمان شدیم، شاگرد همان داملا واحد در همان خانه درباره 3 طلاقه گپ زده گفت اگر که به ما استادمان گفت که اگر در قاضیات اجازت دهند نکاح درست می شود. داملا حاجی میرزا، همین راست است یا نه؟ به ما درستش را فهمانید. من 5-6 ماه پیش رفته در همان مدرسه از حال خودم نقل کردم. در آنجا ما را اجازت دادند. من نکاح کردم، اما من هیچ وقت خودم را نقض حس نمی کنم. پیش زنم نمی روم، نمیدانم چی کار کنم. داملا به من نقض فهمانید. این خطا نویسانده است، اینا را من درست کردم. یه حرفایی را خوانده نمیشه. این برادر شما در علم دنیا خیلی ذوق داشته باشین، علم دنیا را از خود کنیم، نویساندن خوب یاد گیریم، خواندن خوب یاد گیریم. همه فنها دا باید ما تیار باشیم. علم دنیا هم علم چی است؟ علم خدا هست. مادامی که مفتیات که فتوا داده باشد، اونا دستخط می نویسند، مهر می زنند، در اساس همون واقعه تو کرده، صحبت تو کرده، در همون اساس اونا فتوا می دهند. اگر فتوای به نکاح کردن داده باشد، تو می توانی نکاح کردن گیری و از دلت همه شک و شبهه را دور کن و زندگی تا خوب گذراندن بگیر. زیرا این انسانی که تو را فتوا داده است، در همون فتوای دادگیش وای گناهگار است. زندگی تو برای تو حلال می گردد. داملای محترم، اگر علاجش باشد با سوال ما جواب گردانید. در وقت خدمت عسکری نمازهای وقتی را قضا کردم، با همین روشنی می انداختید. یعنی در حالت عسکری کدام شما اگر نماز قضا کرده باشید، می توانید که همون نمازهای قضاتون آمده، همون 2 سالی که اگر باشد، همون 2 سال نماز قضا گفته نیت کرده، همون 2 رکعت فرض است، 4 رکعت فرض است، چگونه ای که الحال میخونیم هم تا خوانده رفتن گیرید.
بین نماز عصر و شام نانشته کردن ممکن است یا نه؟ ممکن است. اگر نماز عصر تا خواندگی باشد، بین عصر و شام طعام میخورین، آب میخورین، همه این جایز است. این سخنهایی که اگر ما و شما بین عصر و شام اگر طعام نخوری و اگر شراب یکی مابادا یگان شاکید میارن ننوش که مثال فرزندی تو را از آب بوغ هستن، اینا هیچ اصلی ندارن. خوردن بگیر شود. یک حالت شمین است که در پیش طعام است و وقتی نماز است، اول طعام بخور بعد نماز بخوان میگن. بین نماز سنت و فرض هر خیله گپ گفتن ممکن است یا نه؟ این ترک سنت می شود. اگر شما نماز سنت که خواندین تا نماز فرض می توانین که با ذکر الله مشغول شوید، تسبیح گردانین، اینش بهتر، اینش به سنت قریب است. اگر مبادایی که یگان گپی بیهوده هم که گفتید، این سنت شما را بیکاره نمی کند. زیرا صاحب فتوای خلاصه هم میگوید که من برای باطل بودن سنت کسی که از پسش گپ زدگی باشد فتوا نمیدهم، زیرا یگان دلیل ندارم. لیکن بهترش صاحب فتوای خلاصه هم میگوید این است که تا ادا کردن فرض بین سنت و فرض فقط تسبیح گوید، ذکر کنید، گپ‌های بیهوده در مشغول نشوید. جوابنامه برای مرده ضرور است یا نه؟ ضرور نیست. جوابنامه گفتگی چیز وجود ندارد. ولی در قبرها جوابنامه می نویساندن، امروزا شکر که همش گم شد نابود شد. جوابنامه را کی میخواند؟ یک آدم جاهل شما بردین و گراندین. مثلا من می نویسم به عربی لا اله الا الله محمد، در عمرش کلمه عربی را دیدگی نیست و از کجا را خوانده میتونه؟ اگر در همون داخل اگر شما قرآن اگر آویزان کنید این آدم گناهکار باشد و در نزد خدا جزا میگیرد، این جوابنامه شما هیچ کاری ندارد. جوابنامه ها نیست. اگرچه خدا رحمتش کند صاحب صلات مسعودی سخن گفتگی است، من خواندگی بدون، لیکن اینا دلیل ندارند. جوابنامه را انسان خودش جواب میگه. حتی اون منکر و نکیر که از او پرسان کرد خدای تو کیست، پیغمبری تو کیست، دینی تو چیست، او خودش جواب میگه. این کاغذ گرفته و خوانده نمیگیره. اصل ندارد. اینا بی نهایت باور کنین یک سخنهای پوچی به معنی هستند. موافق شریعت ختم خوجه برای مرده اجازت است یا نه؟ موافق شریعت ختم خوجه است، ختم دیگرش است. این نه به آیت است نه به حدیث. مگر که ما و شما مثال امروزا ختم میکنیم، این ختم خوجهش باز چند بار گفتم، باز میگم که همین خدا رحمتش کند، این محله ما و شما را، همه این محله ما را میدوند. بابای ملا شریف استاد ما بود که همه شما میشناسینش. همون حضرت داملای بخارایی بود، همون اجازت نمیداد که ختم خوجه کنید. میگو بهترینش همین است که یک قرآن خوان آورین، یک بچه‌ای که قرآن گذرانیدگی باشد آورده یک سوره تبارک خواند، ثوابش به همون مرده بخشین. این بهترین صورتش است. برای همین باز گفتم که همون ببینید ختم خوجه میکنیم چند قد گناهگار میشین، در همون چقدر گناهگار میشین. من چند بار در ختمای خوجه در دیگر محله ها اشتراک کردم. این محله ما در ختم خوجه نیست الحمدلله. رفتیم اشتراک کردیم، همون سنگایی که میگردونن اخیر ده همون را بوسه کده در دیده هاشون میمالن. گناهگار میشوی. فقط بوسه کردن سنگی که در خانه کعبه هست. حضرت عمر وقتی وی بوسه کرد چی گفت بسوی او قسم به خدا گفت، ای سنگ گفت من دیدم که محمد تو را بوسه کرد و الا من تو را بوسه نمی کردم، زیرا از تو هیچ فایده ای نیست، از تو هیچ منفعتی نیست، مگر که من محمد را دیدم صلی الله علیه و سلم را که تو را بوسه میکرد. از این خاطر پیرو پیغمبر شدم و تو را بوسه میدهم. از این خاطر اینا را بوسه کردن جایز نیست. دیده ها مانده میمالیم با همون سنگایی که گویم از میکروب خالی نیستن، هم بود کردیم دستمون در درون طبق می اندازیم. اگر در پیشمان طبق باشد، دسترخوان باشد، باور که تمام خیال ما به دسترخوان از پروای ختم هم نداریم. و همون ختمگرایی که میکنن، شما اینا برای تجربه، من تحقیر نمیکنم، که زمانا سوره علم نشر را گذرانن، کنی همون علم نشری که 79 بار باید علم نشر بخوان، باور که همون ملاش درست خواندن نمیتونه. یگان مسئله مثال تفریقی و یگان مسئله مثال فتنه انگیزه بردارین، خودتان برای یک امتحان پرسان کنید.
السلام علیکم بابای حاجی میرزا. من از شما خواهش میکنم که شما با سوالهای من جوابی درست را دهید. یکم نماز بامداد کی قضا میشود؟ کی که افتاب برآمد، افتاب که کی که همین برآمدنش که شد الله که چی میشود؟ نماز بامداد قضا میشود. نماز بامداد تا برآمدن آفتاب درست میشود نمازش خوند نماز شد. در وقت نماز در 10 ساعت یا اینکه چله باشد نماز مکروه میشود. نه اگر چله نقرگی باشد یا ساعت‌های مثل ساعت‌های نمی ما و شما باشد با که ندارد، لیکن اگر چله طلا باشد ساعت طلا باشد این حالت در نماز تو مکروه می شود. بابای داملا حاجی میرزا، سوال آخران ما چنین است: همین نمازی که ما میخوانیم تیز خواندنش ثواب است یا اینکه آهسته خواندنش ثواب است؟ بسیار بسیار است یا نه؟ با احترام یکی از مخلصان شما انوشیروان، من برای نماز تیز خواندن در اول همین جمعه گفتم همون الله که خودش بسنده هست. تیز و آهسته‌اش از روی همون آیت خودتون خلاصش برارین. السلام علیکم داملا حاجی میرزا، با سوال من جواب دهید. من یک پسر 20 ساله هستم، نمازخوان و قرآن خوان هستم. من یک دختری مسلمان را نغز میبینم و دل دادم. التماس جوابش را گردانید، در حق ما دعا دهید. برای همه عاشقا همین عشق لیلی و مجنون درس است خودش. همون عشق لیلی و مجنون خانه خودش درس است. عاشقی خودش جایز نیست در اسلام. عاشقی از اسلام نیست. شما فقط می توانید کدام دختری را که دوست می دارین شما می توانید که رفته از او مثال یک تماشا کنین، چهره او حکایه میکنه که من یک دختر در عاشق شدم، یعنی دوست داشتم، میگه برای من این قدر اجازت شد که فقط باید تو میتوانی که یک نظارت کنی، یک نگاه کنی. من از پسی درخت میرفتم می ایستادم و راهگردی او را و چهره او را تماشا میکردم. صحابه پیغمبر این چنین میگویند. یک صحابه دیگر که ابو هریره روایت میکند میگه پیش پیغمبر آمد گفت من فلان دختر انصاری را میگیرم، یعنی از همون مردم مدینه را. پیغمبر خدا گفت رو با وی صحبت کن، زیرا که چشمهای دخترهای مدینه یک چیزی دارد که به تو معقول میشود یا نمیشود. یعنی شاید در چشمهای همون دخترهای مدینه یگان خالی بوده است یا یگان کمبودی وجود داشته است. پیغمبر خدا این جوان گفتن اول دیده و بعد چیکار کن؟ به نکاح درآ. برای همین شما می توانید که رفته او را، یعنی در جای خلوت و در شب دعوت نی، می توانید مثال به خانه‌اش روید، در حضور همون پدر و مادرش چهرهش ببینید، خب با او مصلحت کنین. این در اسلام برای شما رخصت میدهد. لیکن با او عشق ورزی کنی و با او دست درازی کنی و با او مثال در شهر سیل و سیاحت کنید، این در اسلام برای شما رخصت نمیدهد. زیرا اون دختر تو میگیری نمیگیری و شرمنده میکنی. السلام علیکم بابای حاجی میرزا، با ما فهمانید که زن از آن قامت گفته نماز میخواند، پیشکی می نداریم. نه، زن نه نماز نه از آن دارد نه قامت دارد. السلام علیکم اکای حاجی میرزا، ما میخواهیم که با همین سوال ما جواب گردانید. در خانه ما خاری بود که من او را کندم، مرا جنگ کردند. چی گفتنی دارید در این با؟ بسیار خوب کردید. اگر تمام دنیا ملامت تان کند همون خارها را کنیم پرتویید. اگر پدر و مادر از شما ناراضی هم که شود همون خارها و نلهایی که نزد دروازه هاتان گذاشتید این هم یکی از خرافات است، این هم یکی از شرکیات است. اونا را کنده پرتویید. پرتافتیش هم نه پرتاش توانی آتشش بزن با ثواب میگیری، بسیار خوب میشود. زیرا اینا از شرکیاتن، اینا از خرافاتن، اینا دا باور نکنید هیچگاه. اینا از اسلام نیستن.